قرار هست یک رنگی ساخته بشه، رنگ خاکستری MBM. این کلیپ یک چالش هست که ما می‌خوایم ببینیم که مغز یک انسان تا چه حد میتونه با یک بار نگاه کردن به نمونه یک رنگو بسازه و ببینیم تا چند درصد ما میتونیم این کارو انجام بدیم. بالاخره اسکنر هم توسط انسان درست شده. پس به این کلیپ خوب نگاه کنید، پس عقربه‌های ساعت و ثانیه شمارش دقت کنید که متوجه بشید هیچ قطعی در این کلیپ اتفاق نمیفته و هر اتفاقی در پایان رنگسازی انجام بشه روی نمونه تست زده خواهد شد. پس با من در ادامه همراه باشید. خب همونطور که دیدید تا این مرحله ما تونستیم با یک بار نگاه کردن به رنگ این رنگ رو بسازیم. خب چون رنگ لیسه‌ای بود و بیشتر فرم بغل خودش رو نشون میده، ما تمرکزمون رو تو رنگسازی برای فرم بغل گذاشتیم. نکته مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که دقت کنید ببینید وقتی یک فرد میتونه با یک بار نگاه کردن رنگ رو تا این مرحله بیاره، اونم خب فردی مثل من که خب سن و سالی ازش گذشته و چشم‌ها دیگه کار خودشو کرده. آیا یک فرد جوان با انرژی بالا اگر آموزش صحیح ببینه نمیتونه با 2-3 مرحله با دیدن خود رنگ یک رنگ ایدئال بسازه؟ حتما میشه.